خانم دست درد نکنه هاجر رو آوردی. خواهش میکنم عزیزم، ان شاءالله تولدش مبارک بشه. بمونه بعد تولد با نازنین ما یکم درس کار کنه. گوشیم لمسیه ولی قدیمیه. خودم بعد تولد میارمش. باشه، فقط مواظب باشین که آخر شب شیطنت نکنن دیگه. حواستون باشه بهشون. نه حواسم بهشون هستش. خودم میارمش. دستتون درد نکنه. ممنونم. مرسی. خدافظ. چه بیخبر؟ کی آزاد شدی؟ آزادی که آزاد نشدم. یه مرخصی 24 ساعته فقط تونستم بگیرم با 1000 تا بدبختی و این ور اون ور فلان و بسار. به زنگ میزدی خبر میدادی داری میای. دیگه خودم رو سریاسه خواستم برسونم تولد نازنین اینجا باشه. کار خوبی کردی. فقط برای نازنین اومدی؟ نه حالا باقی تو هم بوده، اونجوری نبوده که. دیگه بزرگ شده پدر سوخته، باید دیگه شوهرش بدیم بره. ها چیه ناراحت شدی از حرفم؟ الو خانم صادقه جان سلام. نه عزیز جان نتونستم جواب بدم. شوهرم از زندان اومده. نه اصلا نه زنگ بزنید نه SMS بدید. خودم صبح همه کارا رو میکنم. صبح زود میره. اگه بفهمه شر میشه. باشه چشم. یه امروز اصلا فکر کنید مردم نیستم. دست درد نکنه. آره باشه فدات بشم. خدافظ. یه برات میوه پوست گرفتم. این چیه؟ این چیه؟ بشین برات توضیح بدم. توضیح چی؟ بده من. نه این چیه؟ یه دقیقه بشین با این چیه؟ برات میگم. خب چیه میخوای بگی؟ یه کاری این کردم. میخواستم بهت بگم. خب بشین بگو بهت این بگم. چیه؟ میخواستم بهت این بگم. چیه الان؟ این چیه من یه الان؟ کاری کردم. چیه این؟ چه غلطی کردی؟ به خاطر اینکه خب بگو دیگه سریع طرفو کن. جور کنی مجبور شدم رحممو اجاره بدم. تو چه غلطی کردی؟ مجبور کی شدم. گفته این کارو از کی کنی؟ پول میگرفتم؟ لازم کرده مگه پول بگیری؟ کی به تو گفته چیکار پول می‌کردم؟ بگیری؟ چجوری میومدی بیرون؟ نمیخواستم تو اینجوری پول بدی. ببخشید. گوه خوردم. صاحب خوردم. غلط کردم. گوه خوردی ها؟ گوه خوردی؟ تو گوه خوردی این کار کردی. گوه خوردی.
بیا آرزو کن.